هر حالی که هستی مسلمان شکر بکن. به هر حالی که هستی. مریضی از تو مریضتر هست، فقیری از تو فقیرتر هست، بیچاره‌ای از تو بیچاره‌تر هست. همه این حالتها رو وقتی ما در زندگی خود یک بار سر به شفاخانه بزنیم، بریم یک بار در شفاخانه ببینیم، بعد متوجه میشیم خدا به ما چقدر نعمت داده. یک بار سر به محبس بزنیم، داخل محبس بریم ببینیم داخل محبس چی کسانی داخل زندان افتاده هستند، دست و پایشان زولانه هست. دست پای تو زولانه هست؟ روی بستر شفاخانه هستی؟ نه خیر. وقتی الله این همه نعمت را برای تو ارزانی کرده، تنها بحث خوردن و نوشیدن عزیزان من نعمت نیست. تنها فکر نکنید که 5 طبقه نداریم الله به ما نداده. فکر نکنید که ما وقتی در خانه های ما ابزار و گل و بته و اینها نیست. خیلی از اسراف هایی که خدا به ما نداده که اسراف بکنیم، این فضل الهی هست. شکر بکن، شکر بکن که خدا برای تو نداده تا اسراف بکنی. رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم می فرمایند فرق فقیر تا غنی، اغنیای ما باید متوجه باشند. فرق فقیر تا غنی اینه که فقیر 500 سال جلوتر از اغنیا به بهشت داخل می شود، چون حساب کتابشان کمه. تو کسی که کمتر برای تو مادیات رسیده، در روز قیامت کار تو آسانتره، سهلتره. تو کسی که نعمتهای مادی برای تو کمتر رسیده، تو زودتر وارد جنت میشی. به این است عزیزان و بزرگواران، پس ما متوجه باشیم که یکی از اسباب هلاکت یا هلاک شدن امم گذشته و امتهای گذشته کفران نعمت هست. لئن شکرتم لازیدنکم، اگر شکر کردید الله بیشتر میده. ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اگر کفران نعمت کردید عذاب خدا سخت، عذاب خدا میآیه. عذاب خدا چیست؟ این که قوم را هلاک میکنه و از بین میبره. آیه دیگه میفرمایه و ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة یأتیها رزقها رغدا من كل مکان. الله میگه با یک شهر ما خیر و برکت و از هر طرف رزق و روزی فراوانی دادیم، از هر طرف رزق و روزی آمد، اما چه کار کردن؟ فکفرت بانعم الله، کفران نعمت کردن، متوجه نعمت الهی نشدن. الله نعمتهایی که داده بیشمار هست، بیشمار. هر کدام من و شما اگر بیاییم نعمتهای الهی را بشماریم، و ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها، نعمتهای الله را شماره کردن نمیتوانیم.